سلام و اوقاتتون به شادی. من دکتر مریم زادباقر هستم، فوق دکترای روانشناسی و امروز میخوام راجع به احترام در خانواده با شما صحبت بکنم. خب خیلی مهم هستش که تمام اعضای خانواده به هم احترام بگذارن، به خاطر اینکه این احترام باعث میشه که تعهد قاطعانه به هم داشته باشن، همدیگر رو درک بکنن، همدلی داشته باشن و یک فرد در خانواده احساس تنهایی نکنه. اما راه‌های متفاوتی وجود داره که نشون دهنده احترام در خانواده هست. یکیش اینه که سعی بکنید به عنوان پدر مادر یا فرزند یا هر نقشی که در خانواده دارید این رو بدونید که سعی بکنید با طرف مقابلتون مؤدب صحبت کنید. یعنی از کلماتی استفاده نکنید که طرف مقابلتون رو زیر سوال ببرید. دومین موضوع اینه که به هیچ عنوان طرف مقابلتون، حالا فرزند یا پدر مادر یا همسر، به هیچ عنوان با کسی مقایسه نکنید. مورد بعدی، همیشه از کلماتی مثل لطفاً و متشکرم استفاده بکنید. کسی وظیفه‌ای نداره در قبال شما، بنابراین اگر کاری برای شما انجام میده نشون دهنده محبتش هست. اینکه من فکر بکنم چون من فرزند این خانواده هستم پس پدر مادر وظیفه دارن که این کارا رو برای من انجام بدن، خیر، هیچ وظیفه‌ای وجود نداره. و اگر کسی کاری رو برای کسی دیگری انجام میده، چه فرزند برای پدر مادر چه پدر مادر برای فرزند، از روی محبت هست و خب قاعدتا در قبال محبت ما باید تشکر بکنیم. مورد بعدی این که حتما لحن مناسبی استفاده بکنید. اینکه شما با هر لحنی به خودتون اجازه بدید که با هم صحبت بکنید، این باعث میشه که احترام از بین بره. مورد بعدی، مسئولیت اشتباه خودتون رو قبول بکنید و مراحل عذرخواهی رو درست سپری بکنید. یعنی پذیرش اشتباه، بیان کردن عذرخواهی و جبران اشتباه. مورد بعدی، به هیچ عنوان همدیگر رو سرزنش نکنید. سرزنش کردن میتونه باعث بشه که درک متقابل و احترام رو از بین ببره. تحت هیچ شرایطی سر همدیگه داد نزنید، یعنی این رو جزئی از قوانینتون برای خودتون بگذارید. در ارتباطاتتون سعی کنید به صحبت‌های طرف مقابلتون خوب گوش کنید. نیاز نیست همیشه نظر بدید، خوب گوش دادن رو یاد بگیرید. و موضوع بعدی، به هیچ عنوان اجازه توهین، تحقیر، تنبیه و تهدید رو به خودتون ندید در هر نقشی که در خانواده هستین. مورد بعدی، سعی کنید از اعضای خانواده حمایت بکنید. حمایت کردن فقط حمایت مالی رو شامل نمیشه، بلکه حمایت عاطفی، درک کردن، کنار هم بودن و حل کردن مشکلات در کنار همدیگه میتونه به احترام خانواده در واقع کمک بکنه. موضوع بعدی این هستش که شما برای خودتون این رو در نظر بگیرید که به حریم خصوصی همدیگه باید احترام بگذارید. یعنی اینکه من به عنوان پدر و مادر همینطوری میتونم در اتاق فرزندم باز کنم و واردش بشم، این اشتباهه. این احترام متقابل هست و ما باید به همدیگه احترام بگذاریم تا فرزندمون هم به ما احترام بذاره. مورد بعدی اینکه سعی بکنیم در کارهای همدیگه دخالت نکنیم و نظر ندیم مگه اینکه نه طرف مقابل ما از ما نظر بپرسه. اما این امنیت رو ایجاد بکنیم که طرف مقابل به عنوان فرزند، پدر، مادر یا همسر بتونه با ما به راحتی صحبت بکنه. امیدوارم که شاد و سلامت و موفق باشین. با لایک کردن و کامنت گذاشتن من رو حمایت بکنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو در کامنت ها بخونم. موفق باشین و خدا نگهدارتون.